ثروتمند شدن از کجا شروع میشه؟ شاید بسیاری شما فکر بکنین که من باید پدر پولدار داشته باشم، من یک بزنس بسیار بزرگ داشته باشم، یا هم کار خارق العاده ای انجام بدم که بتونم پولدار شوم، یا برم ترید بکنم، یا برم دراپ شیپینگ بکنم، یا برم بزنس های آنلاینی که دیگران میلیون ها دلار ساختن من برم اون کار انجام بدم، کپی بکنم، من میتونم که پولدار شوم. در حالی که اشتباه میکنید. عادتهای بسیار خرد و کوچکی وجود داره که شما هر روز رو انجام میدین و این باعث میشه که شما نتونین پولدار شوین یا ثروتمند شوین. خیلی عادتهای روزانه داریم که ما را تنبل ساخته و خیلی عادتهای داریم که ما را به طرف فقیر بودن نزدیک میسازه. حالا بیایم براتون چند مثال بتم. ما به 4 بخش تقسیم کردیم. بخش اول، دوم، سوم، چهارم که چهارم از همش کدام مهمتر است و شما دعوت میکنم تا آخر ویدیو ببینید اگر میخواین که زندگیتون تغییر بخوره. اگر اینکه زندگیتون تغییر نمیخواین بتون و میخواین که قسم زندگی بکنین، پس میتونید که ویدیو رو تا آخر نبینی. اگر میخواین که زندگی تغییر بخوره و فکر و هوش مالی داشته باشی، پس این ویدیو مخصوص خودت است. امروز دغدغه تمام جوانایی است که ما میخوایم ثروتمند شیم، چی دختر چی پسر، هر کسی میخواد که پولدار شود، ولی نمیفهمن راهش از کجا شروع میشه، نمیفهمن که از کجا شروع بکنن. در خانه غلطیدگی است، هیچ کار انجام نمیده و همیشه وقت رویاش میاسته که یک موتور لوکس داشته باشه، رویاش است که کار داشته باشه که رئیسش خودش باشه و خیلی زیاد درآمد هم داشته باشه. ولی به خاطر رسیدن به هدف چی کار انجام میدی؟ هیچ چیزی. و چی کارهایی انجام میدی که مانع به هدف رسیدن تو میشه؟ امروز کل لیست رو براتون میگم. من خودم امروز موتور دلخواه خدا به مبلغ 2,14,000 یورو خریداری کردم که نزدیک به 2,15,000 یورو میشه و اینمی روز من پول زیر دادم. و اگر شما ویدیوهای من دیده باشین، در سال 2024 من تقریبا 3 بار موتور تبدیل کردیم. یک بار تایکان 4S بود، بعدش پانامیرای 2025 بود و بعدش هم حالا آمدیم جی واگون G63 2025 گرفتیم. این شاید آخرین موتور باشه که من میخوایم بگیرم و دیگه کدام خاصیت در مورد موتور ندارم. من حالا به نظر شما اگر کارهایی که مردم عام میکنن من انجام میدادم، آیا میتونستم به یک قسم استقلال مالی برسم که موتور را بخرم که دلخواهیم است؟ تعداد کمی از مردم داره. حالا خدای نخواسته که پوز باشه یا که خودنمایی در مقابل شما باشه، این نیست. من فقط براتون میگم حرفایی که من میزنم یک نفر است که در پشت سرش مکمل خوری و زاری بوده و آمده موفق شده و راه را برای شما نشان میده که شما میتونید موفق شید. مثلا نمی لباسی که در جانم است، این بلوز تقریبا بین 800 تا 1200 یورو ارزش داره، از مارک لوی ویتون است. حالا من نمیگم که تو نداری، تو آدم بد هستی یا نمیفهم اینو آن یا پوز بتون بر تو. من فقط بر تو را میخوام بگم که من زندگی خود تغییر دادم با کارهایی که انجام میدم و این کارا رو اگر تو انجام بدی، تو هم در آینده، حالا نمیگم 1 سال 2 سال بعد، ولی قطعا که برش میرسی و امیدوار هستم که تک تک شما برسین. و لطفا ویدیو را قسمت برداشت نکنین که من برای شما پوز میدم یا نشون میدم که موتورای گوناگون دارم. نخیر، من فقط برای شما میخوام بگم که ما خودم انجام دادیم، راهی را که رفتیم، حالا این راه را برای شما هم نشون میدم. حالا جای ما که شما تنگ نمیکنین یا جای ما را تنگ میکنین. نمبر اول، از کجا شروع بکنیم؟ اولین چیزی که ما شما زیاد دو معتاد هستیم، یا قهوه است، یا ردبال است، یا هم سیگرت است که ما هر روز استفاده میکنیم. قهوه هر روز میریم بیرون مینوشیم، سیگرت هر روز انجامش میدیم، هر روز دود میکنیم، ردبال هر چند ساعت بعد میخوریم، ناق هم میخوریم. یه که یک مود دیگه است که مانستر است، تو اینستاگرام و تیک تاک یا خودم بندازیم که ما مانستر میخوریم، در اروپا آمدیم یا این نان است. یا در افغانستان کسی که مانستر بخوره باز یک نام داشت، مانستر اشترینگ دار باشه، یعنی یا این که میرن برگر میخورن، برگرایی که مثلا فعلا در اروپا بین 8 تا 15 یورو است که در امریکا همچنان اگر اوریج بگیری میشه یا میانگین میشه $10 که شما هفته 2 بار 1 بار حتما گارانتی میخورین. ردبال هفته 2 بار 3 بار گارانتی میخورین. قهوه هفته 1 تا 3 4 بار گارانتی میخورین یا هر روز میرین میخورین و هر کدام از 2.5 یورو، 3 یورو، 1 یورو، 5 یورو، 6 یورو، 10 یورو شما مصرف میشه. و اگر حساب بگیرین ماه 300-400 یورو را شما فقط امی قسمی خرجش میکنین. خوشتون آمد بریم چپسک بخورم، نمیفهمم یک بخورم، اضافه وزن پیدا کردین، هر روز از این رنج میبرین و چیزایی را مصرف میکنین که برای شما هیچ فایده نداره. اگر من بیام اوریج بتم، اوریج مثلا که ما نوشابه و این و آن یا هست، اگر من استفاده میکنم و یک نفر موفق در زندگی خود نیستم، اولین کاری که میکنم پولایی که مصرف میکنم اینجا میارم پسنداز میکنم. پسنداز چگونه؟ حالا فرض بکنیم هیچ امکان نداره که تو در اروپا باشی و کار بکنی و روز یک قهوه نخوری یا سیگرت یا ردبال نزنی. هیچ
هیچ امکان نداره. شاید هم اگه این کار را نکنی یگان کارهای دیگه از انجام میدی که باز مصرف‌های بیجای است، اصلا کاملا بیجای است، هیچ کدام فایده بر تو نمیرسونه. بیاری این مصرفا را با جای اینکه میری سیگرت میگیری، حالا اگه سیگرت یارا بگو میخوام میگی بدر من به عمل دارم یا نمیشه، کوشش بگو که گمش بکنی، یا اینکه حداقل سیگرتای بزنی که یک ذره کلاسش بلندتر باشه، نه اینکه سیگرتایی که خود پر بدر پر میکنین باز میزنین باز پر میکنین در این سرک. بسیارا دیدیم جوانا دیدیم با آلمان مثلا سیگرتای دسپر پر میکنه. حالا نمیم سیگرت نزن یا این بد است یا خوب است، حداقل یک سیگرت را بزن که آبرو و عزت داشته باشه جایی که میری. حالا بد فکر نکنین حرفای ما، فقط اینا میخوایم نه کوکا ساله است و نه نصیحت است و فقط براتون راهش نشان میدم که راهی که ما خودم انجام نمیتونم و شما هم باید انجام ندین اگر میخواین موفق شوین. پس پیسا رو مهم نگهداری میکنم. حالا از قهوه، از برگر، از چیزایی که به ضرر ما است، البته قهوه به ضرر نیست. اگر تو کار میری یک بوتل از قهوه خشک بخر خانه آماده کن. یک ماشین 110 یا 150 یورو میته و یک کیلو قهوه تازه هم که میتونی بری بخری 15 10 20 یورو میته بهترینشه. میتونی یک موضوع استفاده بکنی با جای اینکه بری هر روز از قوطی کار استفاده بکنی. کاری که من انجام میدم و بعدش پول کزی که پاسرا یا پیشما میمونن سیوینگ، اینو بین سرمایه گذاری بکن هر ماه. بالای استاک امریکا، بالای طلا، بالای بیت کوین، بالای ارزهای دیجیتال و هر ماه انجامش بده. تو یک بار 100 دلار انداختی انگیزه گرفته بودی که من میلیونر میشم، باز بیاری یک کم پول بندازی و بعد از اینکه پول انداختی و باز برو بخیر یک دو ماه بعد بازمو خرکمو درک است دیگه. اما احمد پوده که بودیم اما احمد پوده است. نه هر ماه این کارو بکن. 2 سال 3 سال انجام بده، هم در راه راست میشی و هم پول پیدا کرده میری و زمانش میرسه که این پولایی که اضافه ای تو اینجا جمع کرده بودی هم آوردی سرمایه گذاری کردی و هم فایدهش گرفتی. امروز میتونی که به امروز یک موتور بری بخری. یکی از کارهای است که همگی انجام میده و همگی را به طرف ناموفقیت نزدیکتر میسازه. دومش چکر رفتن، ساتیری، نمیفهم معیشت کردن، اینجا برو این کارو بکو، فلان بکو، بسمدان بکو، امروز اندیوال برو، میریم کلوب، میریم شب رقص میکنیم، مینوشیم 10 15 یورو اینجا مصرف میشه، میریم فوتبال مسابقه فلانی که فلانی است، یا برو یک جای مثلا تماشا بکو، یک رستوران باید پول بدی که رو میبینی اون چیز باید آردر بکنی. نه بیا این کارا رو بکو. آیا فکر میکنی که تو را پولدار میسازه و یک نفهم یک کار است که کل میلیونرها می انجامش میده؟ نه خیر، هیچ کدامشون انجام نمیده، هیچ کدامشون. او شاید یک تعداد کمشان باشه که اونا میلیونرهای دیوانه شاید باشه که کارا رو انجام بده، چون اونا وقت ندارن که به این کارا رو انجام بده روزمره برای ما. تو نمیفهم ریال مادرید بارسلونا را زد، باز بارسلونا اید از 4 گل 5 گل زد، باز اینستاگرام پرتو در توییتر پرتو این پرتو که زنده باد هلا مادرید. نمیفهم بارسلونا که از اول مرا بد میاد فوتبال، هیچ خوشم نمیاد. چی خاصه که بهم در سوشال میدیا گپ بزنم. نمیفهم افغانستان این قد گل زد، خب افتخارش به ما میرسه، تمام خلاص شد رفت. بعضا باز میزی بدبخترایش می و بعضا از او که بدبخت نیست باز می شرط گذاری بالای فوتبال میکنه هر روز. میگم برو 5 دلار 10 دلار میری می کار انجام میتم، اگه شد باز 200 500 دلار میگیرم، اگه نشد هیچ برو کسی چیزی 5 دلار است یا 5 یورو است، کجا گم نکردیم اندیوال بیادر شهر اون قسمی خدا بازی دلار استیم. اگه اون پیسا رو تو جمع بکنی و آخر ما به سرمایه گذاری بکنی بدون شک آینده بسیار خوب می داشته باشی. اگه امسال نداشت 30 سال بعد اگه تو قسم جمع بکنی زمانی که پیر میشی و اولادات کلان شدن گلایت کردن، اون وقت میتونی که بری از استفاده بکنی. حالا گپای ما براتون رشخندی معلوم بشه ولی از سنتون که برام نواز میفهمین که یک نان چند فطیر است. سوم، سفرهای لاکچری رفتن در حالی که خودت یک جای کارمند هستی، کار میکنی یا شاگرد هستی. طرف میبینم 8 ماه 9 ماه 10 ماه میره کار میکنه، 2 ماه رسیدی داره باز میره ترکیه، باز میره هفته و باز میره نمیفهم گلاس لیمو را مانده در بغل بیچ باز مانده ها یک روزی بسیار خوب با فلانی جان با فلانی گگ بسمدانی گگ و بدار چی فایده بر تو میرسونه؟ 4 نفر دیگه که مثل خودت زور میبینن، نه یک نفری که بدن نمیفهم زندگی خوب داشته باشه بیکار باشه که تو راسته اگر اینستیتوت چی میکنی بازو برای تقلید است کنه. کی تقلید میکنه؟ نمیفهم چند نفر دیگه که هم فکر تو است یا هم مفکوره تو است میره این کار تو هم تقلید میکنه، باز میره وام این قسم با تو اگه انطالیا رفتی باز استانبول میره، تو اگه اینجا رفتی باز کانادا رفتی باز امریکا میره. این قسم رشخندی است در بین یکی دیگه خود. با جایزی که بریم پیسه تیکت بدی، پیسه ویزا بدی یا ویزا اگر رایگان است یا پیسه هتل یا بدی، همون پیسه رو اینوست بک. اگه به خاطر خود نمیکنی به خاطر اولادای دمی کارا بک در آینده یک پول داشته باشن. یعنی که مصرفای بجای در یک سال است. یک سال 8 ماه زحمت میکشی، 9 ماه زحمت میکشی، حالا گیریم که 10 ماه زحمت کشی که تو سخت کار هستی، 2 ماه رخصت هستی، 2 ماه بشی بالا یک بزنس دیگه در کشورت که هسته برو کار بکو، برو بزنس های آنلاین یاد بگی، نمیفهم تریدینگ یاد بگی، دراپ شیپینگ یاد بگی، هر کار دیگه سخت‌تر هسته و برای شما مثلا پول خوبتر میده اگر درست یاد داشته باشین. در غیر صورت چرا ناقبین پولاتون مصرف میکنن؟ حالا شاید بگی که والا من خسته میشم به خاطر که 10 ماه 11 ماه کار میکنم یک ماه رخصت. بس راه اشتباه رفتی. نه ما که زمانی که براتون میام مکتب و دانشگاه براتون نمیتی کارا باز مخالفت جبه میگیرین در بکده، ولی ببین 11 ماه کار میکنی به خاطر که یک ماه بری تو تفریح داشته باشی.
و بعدش هم ناله میکنی که من 11 ماه کار میکنم، یک ماه برای من بیچاره وقت نمیدی که من برم سفر برم. خب بدر نمیزی که تو سفر بوده، چون در یک سال تو پیسه جمع که 2000 3000 یورو امروز میری مصرفش میکنی. به جای اینکه سرمایه گذاری بکنی، به جای اینکه بری نمیفهم طلا بخری، به جای اینکه بری سهام بخری، به جای اینکه بری کریپتو بخری، به جای اینکه بری ETF بخری، میری این کارا رو انجام میدی. خب روز به روز فقیرتر شده میری، روز به روز قرضای زیادتر شده میره. مگم دروغ میگم من؟ چهارمش گذراندن وقت بی جای. ششته مثلا شب و روز تلفن دست ماسته فلان نگه کجا رفت، بسم بله فلان بسم کرزی گپ بزن، کرزو گپ بزن، ویدیو کال ها ها هو هو. یا مثلا ششتین تیک تاک میبین لایف فلانه آمد، فلان نگه که دی فلان نگه جنگ کرد، چیک زدن نکی کردن، نه نیدی داخل تیک تاکی ده لایفش من بودم فلان مثلا. چی میکنی یارا؟ این وقت در دادریستی. با جای اینکه کتاب بخونی، با جای اینکه ویدیو آموزشی ببینی که زندگی تو را سطحش بلند ببره، لیولت بلند ببره، یک کتاب را بخونی که تو را در زندگی موفق میسازه. مثلا برو درباره پول بخون. پول از کجا به وجود آمده، چگونه یک چیز است، چرا ارزش داره و کجا روان است، از کجا تاریخچه ازش شروع شده، چرا امروز بیت کوین کل مردم گلوناشون پاره شده است که بیت کوین بخرین، چرا مثلا یا است. بعدش وقت اینا فهمیدی والا شاید بگی که من درباره پول همه چیزا میفهم. برو درباره مالیات بفهم. اگه تو امروز کارمند باشی چقدر مالیات میدی، صاحب کار باشی چقدر مالیات میدی، کدامش به صرفه است، کدامش وقت کمتر کرده، کدامشی درباره قانونای مالیاتی میخوای بفهمی. و بعدش وقتی که فهمیدی تو میتونی خوبتر منیج بکنی پولای خودت و بتونی موتور دلخواه خودت بخری و بتونی بری کارایی را بکنی که دیگه رو انجام دادن نمیتونی شه. ولی تو هر روز بشینی لایف باشی و هدر بدی وقتت، نه کتاب بخونی، نه یک ویدیو آموزشی ببینی، نه یک جای بری یک قدم زدن، یک تفریح. روزانه وقت من از خواب میخوام برای 15 دقیقه 10 دقیقه یا نیم ساعت فقط آرام شیشتیم، فقط نه آهنگ است نه صدای بلبل است، هیچ چیز، فقط سکوت 100% مطلق داخل خانه کنار واسطه میکنم. فقط میشینم پیش خود فکر میکنم که امروز با چی کار بکنم و چی کارهایی که انجام دادیم خوب بوده خراب بوده. یعنی پیش خود بشین به جای از اینکه برین ویدیو و لایک و فالو و نمیفهم چیزایی که ناقی به درد شما نمیخوره را بکنین. خب خوب میشه یک ویدیو آموزشی ببینین. مثلا این ویدیو را مثلا 100 ویدیو دیگه که در مورد انگیزشی برای شما گفته، ذهنیت شما را باز میکنه و شما راه درست نشان میده. مثلا یک کتاب، چند مقاله، نمیفهم چند چیزایی که به زندگی شما مفید است، اینا به جایش اگه یاد بگیرین خیلی خوب است. یا برین چت جی پی تی هر سوالی که در مورد هر چیز دارین برای شما میگه، رفرنس هم براتون میده، کتاب هم براتون نوشته میکنه اگر بخواید، کتاب هم براتون مکمل فهرست بندی میکنه، کتاب هم براتون خلاصیش براتون میگه. چرا این کار انجام نمیدین؟ بعدش کلگی ناله و زاری داره که من زندگیم خوب نمیشه، من میرم 11 ماه کار میکنم، یک ماه تفریح میکنم، اورم میم سرم زار میشه، کنجا میرم تو میشه، فلان میشه، بسمدان میشه. یکی میای بدر پیسه سیگرت نداره، سیگرت بزور است، جزی بگی سیگرت ازو بگی چور بزن، نمیفهم رد بال نداره، رد بال دلش میشه، خریدن نمیتونه. بدر اول استقلال مالی پیدا کو، باز بری کارایت بکو. سیگرت هم سیگرتای میزنین که بدر از نازککای خدازاده که دسپور که دسپور میکنه. خبره پر از کلانایش بگی یا از قیمتیش بگی، حداقل از لاکچری خو معلوم شوی. اولا خو چیز خوب نیست، دوما اگه میزنی یک چیز صحیح رو برو بزن. رد بال میخوری، رد بال اگه میخوری تا سفر مثلا از یک جای به نقطه A تا نقطه B از یک شهر به شهر دیگه میری، داخل موتورت که شیشتی موتور شخصی خودت است، شیشتی اگر نوشیدی اون وقت برات مزه میده. نه اینکه هر دقیقه بدر هیچ کار نداری، بار نداری، بشی رد بال بخو، مانستر بخو، ازی بخو، ازو بخو، برگر بخو، کافی بخو. به نظر من اگه من یک نفر باشم برای من حرام است. ولی اگه بیایم سرمایه گذاری بکنیم زندگی خودم میتونم جور بکنم. اگه خواستین در مورد سرمایه گذاری کریپتو و ارزهای دیجیتال بفهمین، داخل یوتیوب کانال ما شوین، از پلی لیست 0 تا 100 شروع بکنین، تمامش رو برین یاد بگین. در مورد ارزهای دیجیتال مکمل برای شما گفتیم. اگر میخواین زندگیتون تغییر بکنه، اگر اینکه زندگیتون نمیخواین تغییر بکنه و همون خرک و درک باشه و هیچ وقت هم گله گذاری نکنین که فلان از بسمدان از مطالعه ندارم، اگر مطالعه می‌داشتم در قسم یک فامیل نمیبودم، اگر من فلان میبودم من در افغانستان نمیبودم، افغانستان وضعیت خراب است، ما از افغانستان هستم، نمیفهم. اگر این یکی کارم میکرد من امروز قدر پول می‌داشتم، زندگی من خوب می‌بود. اگر مامای تو میکرد، کاکای تو میکرد، خاله، عمه، بیبی، بابا، اندیوال، دوست دختر، دوست پسر کارم میکرد، من امروز تو میشم. بانن دیگه بانا را به این شروع بکنین، به این شروع بکنین، زندگیتون تغییر بدین. تا کی خدا راستی کلگی زلش خودت مال خندید میگیره، زله شدی از این قدر بیکاری، از این قدر وقت تلف کردن، از این قدر اینکه نمیفهمی آینده چی میخوای بکنی. شاگرد مکتب نمیفهمه که بعد خلاص شد چیکار انجام بده، کسی داخل دانشگاه رفته، چرا رفتی چی میخوای شی بعضی خلاص ولا نمیفهمم، تصمیم میگیرم مکتب کالج است و چی میخوای شی ولا نمیفهمم. والا اول تصمیم نگرفتیم. خب تو چرا رفته خانده رئیسی که تصمیم نگرفتی؟ نفر اومد در آلمان یا در امریکا اومده، خب بدر پلان چی خواد میکنی؟ اول خب باید جاب سنتر باید باشم، از دعوت از
یخین دولت بگیریم، چون دولت ملامت از امروز در افغانستان جنگ آورده بود. ما از دولت بگیریم باز برم کارشیا بکنم. از الف تا یا اشتباه روان است. 4 تا لندور دیگه هم برام تو میگه که برو کارشیا بکن، برات خوب است. نمیگن که بعد کارشیا اگه بکنی زندگیت برباد تباه و برباد میشه. گیری به اگر گیر نوی و پیسه را خیر نمیبینی، کل پیسه را افغانستان باید روان بکنی. اون طرف کلی خوشحال و زندگی خوب داره، تو اینجا که تو گپ هم نمیزنه به خاطر که صد زندگیت پایین است. بس بین واقعیت را ببینیم، زندگی خود تغییر بده. شب روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.